با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد انستالیشن سیستم رو صحبت می‌کنیم. در قدم نخست ورچوال ماشین خود رو باز میکنیم و ایجاد یک ورچوال ماشین جدید. شما باید همین کار رو بکنید. بعد مرحله پیش فرض باشد این بالاتر نصف ورکستیشن رو انتخاب کنید. در این قسمت هم بسیار پیش فرض باشد و این قسمت مهم است که باید شما اسم لینوکس رو انتخاب کنید. از اینکه بالاتر نصف ریتر رو انتخاب میکنیم. مرحله بعد که است نام میخوایم بدیم به نام خود و همین خوب است و در کجا میخواید استخراج شد من پیش فرض میذارم درسته فعلا. قسمت بعد که است و چهار تا پروسس انتخاب میکنم تعدادش مشخص کنم دوتا هم شما هم همین کار رو بکنید. اگر سیستماتون بالا بود هم ظرفیت کامپیوتر میتونید زیادتر انتخاب کنید و مرحله بعد میریم. خب درسته اعلان میبینیم همینطور که میبینیم اعلان همینطور که میبینیم در حال تشکیل شدن است و این قسمت هم درست است و همینطور که میبینید فعلا سیستم عامل از ما شما تکمیل شد. خب من سیستم عامل رو فعلا باز میکنم. همین بله فعلا که هستم مراحل انستالیشن رو میخوام اول شما پیش برم. وقتی شما انستال میکنید در قسمت میاد و در این ساحه که هست باید شما اولین کار بکنید زبانش رو مشخص میکنید. من درست زبانش رو اینجا انتخاب میکنم. فقط با تایید کردن بالای و تایید کنید در قسمت زبانش رو. همینطور که میبینید فعلا تایید شد و در یه مرحله بعد که هست اما پارتیشن که میخواید ایجاد کنید باید قبول کنید یک بار دیسک خود را و این یک پسورد میخوایم ست کنید. درست شما ایجاد یک پسورد موقعی باشد بهتر است. همینطور که میبینیم پسورد هم قبول بدیم. همینطور که میبینیم فعلا مراحلش در حال تکمیل شدن است. بعد کافی است شما باید بکنید اینستالیشن رو بزنیم. در حال ایجاد شدن یک ورژن ماشین جدید است. چند دقیقه منتظر میشیم تا ایجاد شود. شاید این پروسه طولانی باشد. من مثل مراحل پروسس فعلا تعقیب میکنیم تا تکمیل شد. بعد با هم کار میکنیم. همینطور می‌بینیم دوسته در حال تمام شدن است. به چند خمسه میتونید تا تمام شد. خب فعلا تکمیل شد. میخواید که برای سیستم خود را کامپیل کنیم و در حال تکمیل شدن است. خب دوستان محترم فعلا سیستم عامل از ما بالا آمده و میتونید از این استفاده کنید. و بعضی تنظیمات دیگه‌ایش هست که میخوایم اول انجام بدیم. شما همینطور می‌بینید میخوایم انتخاب کنیم اسم رو. بعد موقعیتش رو درست است و همین صورت میخوایم باشه. در این قسم می‌بینیم من یک پسورد وارد میکنم. بعدم که میبینست نمرات ما بالا و حالا میتونیم از این استفاده کنیم. من بعض کارهای بهشون رو انجام بدیم. خیلی خوب سرم و اینطور میبینیم همه اینا شما فنانسی ما بالا آمد. دیگر این
فعلا دیگه تمام از ما که بالا میره کنیم کاری که ندارم. تشکر از اینکه ویدیو را گوش کردید. تشکر از اینکه با ما بودید. و در ویدیوهای بعدی میخوایم بحث کانفیگریشن در ویدیوهای بعدی کانفیگریشن ابتداییش رو کار می‌کنیم با هم. خدایا یارتون.